زاده ختلانیم، از سغز و بدخشانیم، از ملک خراسانیم، از وادی رشتانیم، یا خود ز زرفشانیم، از خطه ایرانیم، از خاک سمنگانیم. ما تاجیکی با آریم، ما مردی وطن داریم، ما تشنه دیداریم، آماده و بیداریم. ما تاج به سر داریم، بر تاج سزاواریم. صلح است شیار ما، هستی و مدار ما، پاینده به عالم باد فرخنده دیار ما. آنگاه که دوستی سخن می شود، دانید که شما را دوست خواهند داشت. اصلا زندگی دوست داشتن نیست، بلکه زندگی را دوست داشتنی کردن دوستی است. و در این راه بسیار بسیار ساده دوست داشتن سخن لذت زندگی است. شاید میپنداریم که زیستن فقط تشویقات است. نه، زیستن اعجاز است. این حکمت را دریافتیم از محتوای نگاشته های امرالدین نظرالدین که در آفریده ها شاعر از سرنوشت انسان، از شیب و فراز، از سیاهی و سفیدی، از مغز هستی خیلی زیاد گفته، عاشقانه گفته و با نیت بهی روزگار گفته. و اینک ما گروه ایجادی تصمیم گرفتیم این مراتب از امرالدین نظرالدین بگوییم و از آفریده های پرمحتوای او. بفرمایید دیگر. امرالدین نظرالدین، مرد غیور تاجیک، زاده دهه قلعه حسین خوجگی صغیردشتی ناحیه درواز آوازدار وطن. کودکی ها پشت سر شد در پودجا و پشته ها و بالولچیدن ها در یاله های همین ده. حرف اولی الفبا آموخت از دبستان زادگاه و حکمت آمدن و رفتن را دریافت از مجرای روزگار مردم کوهستان. چون دیده ها و برداشته ها را روی کاغذ آورد و پیشنهاد طبع ها بنمود، قبول خاطر گردید و احترام را قایم شد در میان اهل ذوق و اهل ضیا. ملک رونو، فیض استقلال و فرخنده دیار کتاب های تالیفی امرالدین نظرالدین که کیها به دست خواننده رسیده با طور آهنگ جور شده و از منبرها و صحنه های کلان توسط هنر راویان و سرایندگان پیشنهاد طبع ها گردیده. همچنین در مجموعه های زیادی دست جمعی نیز آفریده های امرالدین نظرالدین چاپ شده و با نشریه و روزنامه و مجله های ادبی پیوسته در همکاری ایجادیات. فرزند قابل، همسر عاقل، پدر غمخوار و باباجان مهربان، شاعر امرالدین نظرالدین. امرالدین نظرالدین از شمول آن نفرانی است که در محفل‌های ما از زمان دانشجویی اشتراک می‌کردند و گرفتمان و رغبت او به شعر، به ادبیات و ادب آموختن به دیگران خیلی بیشتر از دیگران از هم درسانش بود و با مرور وقت آهسته آهسته ذره ذره او دانشی کامل در ساحه شعر پیدا کرد و گرفتمانش هم بهتر شد و همین بود که سال 2014 کتابی اولینش با نام فیض استقلال نشر گردید با افتخار 23مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که من محرر همین کتاب بودم و خیلی همراه او کار کردیم و بسیار در مورد انتخاب موضوع، روانی شعر، ساده بیانی، روشن بیان کردن مقصد ادیب، همین چیزا بسیار صحبت ها داشتیم و دیدیم که امرالدین چسب و تلاشی بسیار خوب دارد، بسیار با قطعیت به این جاده قدم می‌نهاده است و این است که در همین کتاب اولین او را استاد مومن قناعت پیشگفتار نوشته بودند. اگر هر خواننده هوشمند کتاب شما رو به دست بگیرد، صحفه گرداند، مطالعه بنماید، تیز احساس میکند که یک نفری هستید که زیاد سیر یوسفستان عالم معانی میبرید. یک نفری هستید که شعرهای دوشین در شعر شما، در صفحه های کتاب شما همزمان شما هستند، هم قدم شما هستند. سرچشمه همین محبت، سرچشمه انا همین عشق، سرچشمه انا همین کشش از کجا باشد؟ این البته با آثار گذشتگان ما وابستگی کلان دارد. ما خلق تاجیک یک خلق هستیم که ما تمدن ساز هستیم. ما
از یعنی در طول قرنها فقط سازندگی کردند گذشتگان ما، از خود آثاری بزرگ باقی گذاشتند. با برکت همین بزرگان امروز زبان ما پایدار است و سخن قدر قیمت دارد. سر به پایش می نهم، هر کی سخن می پرورد. و البته من یعنی از همون جمله همون سرگزارانم به پیش همین بزرگانی که سخن را یعنی به همین قله بلند رساندند. وقتی که ما آثار گذشتگان را می نگریم، البته شخصیت هایی که ما در ادبیات داریم، در سخن داریم، سخنوران ما داریم، ممکن در یگان گوشه دنیا یگان بار نبوده است. حکیم فردوسی توسی که در زمان خود اشارت کرد که پیافکندم از نظم کاخ بلند که از برف باران نیابد گزند. البته که من پس از این نمیمیرم که من تخم سخن را پراکندم. در اصل اگر امروز ما نگاه کنیم، فردوسی زنده است، سخن زنده است. قصری که از سخن ساخت حکیم توسی پابرجا است. استاد زنده‌یاد بازار صابر هر چی از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ بخارا داشت داد، صنعت والا و دیوان داشت داد، آل سامان داشت داد. تمام آنچه که گذشتگان ما داشتند در یک مدت معین از دست دادند، اما خوشبختانه زبان را از دست ندادند. و در آخر میگوید که در حد سرحد شناسی زبان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دار است وطن دار است و تا زبان دار است بسیار است. پس معلوم میشد که ملت را زبان زنده داشت. در کوی دل در حالت حال با پیک عروس تب دست و به دستند امرالدین نصرالدین در انجمن ایجاد. او در میدان سخن با شیوه و با توان خود شرکت دارد و در سایه این درخت علقه پربار زیر چتر مهر و اخلاص خواننده آرامش نیز پیدا کرده. در حقیقت امروز امرالدین نصرالدین در وادی وخش یکی از شاعرانی است که سبک و اسلوب شعر نویسی خود را دارد و توسط ایجادی که از قلبش میبراید واقعا هم به قلب ها میرسد. شاعری وطن سراست، شاعری وحدت سراست. تمام شعرهایش، قلمش نسبت به وطن و تاجیکستان عزیز محبتی بی اندازه دارد و واقعا هم هر شعرش را که اگر مطالعه میکنیم، یک کتاب تازه نشر است، فرخنده دیار. در اینجا بسیار من شعرهایش رو مطالعه کردم و در اینجا با من یک هدیه کردن این کتاب رو و فکر میکنم که اگر بر دستی هر خواننده برسد، محبت وطن، دوستداری وطن، مقدس شماریدن این خاک اجدادی در دلش، در قلبش باز هم زیاد می شود. بله، واقعا هم استاد امرالدین نصرالدین در اینجا آورده است که یعنی که تکیه به بزرگان شعری دری کرده و احترام میگذارد، ارج میگذارد ایجادیات بزرگان ملت را، چون حافظ جامی و بیدل با ملک ها ساختند، با فلک آمیختند حرف دل بیکنه را. خب استاد امرالدین نصرالدین نیز در اینجا گفته است ز بیدل شعر من آغاز گردد، ز رومی دیده من باز گردد، قلم در دست من میراث سعدی، ز یمن جامیم ممتاز گردد. نباشم لحظه غافل ز ناصیر، صفای حافظم استاد گردد. سخن را رودکی سان می دهم آب، بلایق نظم من همراز گردد. ز بازارم بود گرمی اشعار، قناعت شعر را پرداز گردد. ببینید که هر یک شاعر رو در اینجا نامگذاری کرده است و حتی ملک شعرا رودکی بزرگ رو که گفته است که سخن را رودکی سان میدهم آب، و مثل رودکی سخن را آب میدهم. و واقعا هم هر نفری که ارج میگذارد به نیاگان او شخص موفق است و فکر میکنم که در ایجاد شعر، در ایجاد نظم
امردین نظرالدین یکی از اون نفرانی هستند که توسط نظم زیبایشان شخص موفق هستند و امروز تمامی ساکنان ولایت از اشعار اونها می‌سرایند. برای یک نفری که هم ایجاد میکنید و هم از ایجاد این همه بزرگان خوب آگاهی دارید. جدا کردن آسان باشد، چی یگانگیش ما احساس میکنید در ایجاد ماندگار ایشون و چی جدا کردن آسان باشد، با چی به یکدیگر مانندند و با چی از یکدیگر فرق میکنند. این بزرگانی که در عصرهای گوناگون زندگی به سر بردند و ایجاد کردند و زنده و جاوید ماندند و امروز در ایجاد شما همراه شما زندگی دارند. در همه دور زمان ها یعنی زندگی روش زندگی دیگرگون است. ما میبینیم که تاریخ به تاجیکان وفادار نبود، جز حمله مور و ملخ مور نبود. با همه همین نگاه نکرده خلق بزرگ ما همون هویت خود را، فرهنگ دانش خود را تا امروز حفظ کرده آمده است. در همه دور زمان ها روش های گوناگون بودند، اما تمام بزرگان از بابای رودکی سر کرده تا امروز تا استاد شادروان لایق معاصر اساساً یک موضوع دارند که عمومیت دارد. این عمومیت یعنی دوستداری وطن، ملت، وطن را حفظ کردن. در همین مسئله اینها هم فکر بدن و شاید خیلی بودن که درباره عشق بعضی می نوشتن، بعضی درباره شاهان وصف میکردن. هر نه که در عموم در وطنداری در همه اینا یک خیلی احساس میشه. هم با شوق و هم با نظر تحقیق چند نامگوی ایجاد امردین نظرالدین را به دست گرفته و مظهر عشق میهن، وطن پروری، شهریاری، استقلال و استقبال، آگاهی و آزادی، خلاص رامیشگر روان خواننده دریافتیم شاعر را. یعنی هم مثل سرود رهنما و هم چراغ هدایت مثل بانگ هشداری. امردین نظرالدین وطن سرا از پیش از همه. امردین نظرالدین هر یک خردترین جزئیاتی انمی آبادانی کشور زیبا را می‌بیند، احساس می‌کند و اطراف انموس خردترین جزئیاتی امی وطن سخن می‌گوید و با واسطه این سخن امردین ما احساس می‌کنیم که او تا چه اندازه به این وطن مهر دارد، محبت دارد و انموس صداقت و محبتی شاعر را در مصرع شعرش احساس می‌کنیم. و اون چیزی که من از امردین نظرالدین به مردم پیشکش کردم این یک چند بیتی های اطرافی حضرت امیرجان میر سید علی همدانی گفته است و من این را در شکل موسیقی فلکی به مردم پیشکش کردم که میگوید که پیر همدان به ملک ختلان من است، هم گوهر و گنجینه و ارمان من است. این گوهر و گنجینه بود از داد خدا، چون تحفه بی‌بها با اجداد من است. ای در خاکی وطن عجب بزرگان خفته است، ای شاه ناصر و برخ و خواجه مستان خفته است. ای هر یک کف خاک نشان ای اجدادی من است. پیری همدان به ملک ختلان خفته است. ای پیری همدان به ملک ختلان خفته است. زیاد از وطن سراییده و زیاد وطنهای شما با صدای هنرمند مساوی افتاده است، در طور آهنگ مساوی افتاده است و از صحنه‌ها صدا داده است و یعنی که در همین انتخاب موضوع هم شما ادامه دهنده کار و پیکار شعرای گذشته هستید و می‌خواهید که باشید. پس از نگاه شما وطن کجاست؟ وطن بطن مادر باشد، وطن زادگاه آنجایی که ما بار اول عرض هستی میکنیم در گلستان وجود آنجا باشد. وطن آنجایی باشد که ما شخصیت میشویم یا
درک محیط می‌نماییم، کار کردن می‌توانیم برای خود، برای جامعه، برای ملت. وطن کجا باشد؟ وطن شونه که نویسنده بزرگی داغستانی رسول غمزه میگه از آزادگاه آغاز می‌یابد و چونه که شما قید کرده از بطن مادر سر میشد وطن سرایی. البته اینم سبب دارد چون که ما در همون زادگاه به دنیا میاییم. ما در یعنی طفلی و در خردی ما فکر میکنیم که همین دیهه ما هست، تمام همین وطن است، چون که ما همه قدر قابلیت قبول کردن داریم. البته ما در زینه اول برای ما وطن همون زادگاه است. وقتی که ما آهسته یعنی پهنای کشور شناس میشیم، البته همه این کشور برای ما وطن جان و جان است و دوست داشتن وطن همین وطنداری است و وطن از گوشه ایمان است. من اگرچنده که امروز یعنی کمتر دورتر از زادگاه هم باشم، من یعنی با وی پیوستگی دارم. البته چون که من از همون زادگاه خرد بسیار چیزها را آموختم. از همون زادگاه خردی که من زندگی میکردم امروز 5 تا 6 تا پروفسوران اهل علم است، 3 تا رئیس ناحیه که پیشتر اسپالکوم میگفتن هر شخص به این درجه نمیرسید. از همون دیهای خرد ما که اینها چندین مدت ها در ناحیه های گوناگون مسئولیت داشتند. این دیهای خرد در کدام گوشه وطن آمد افراد؟ این گوشه خرد با نام قلعه حسین در حوض صغردشت ناحیه درواز در بدخشان کوهی، قلعه حسین. البته این همین قلعه حسین هم یک معما است و بسیارا سوال میتونن که چرا قلعه حسین امروز قلعه وجود ندارن در آنجا و شخصا من که یعنی کم کم با فرهنگ و دیگر چیزا سر کردم، این سوال بسیار وقت با من سوال میدادن، من جواب این رو نمیدونستم و خوشبختانه یک برادر از اوکراین زنگ زد و واسطه همون سایت‌های اجتماعی افته است، یعنی همون نشانه مرا و همین شخص با نام امید از همون اولادی حسین بوده است. وی بسیار معلومات ها برای من یعنی پیشنهاد کرد و من میخواهم که درباره همین قشلاق یک کتاب خرد یعنی نشر کنم. برای کمال کلام بده خدمت‌های شایسته را نیت انجام دادن دارد امردین نظریدین. با هنرمندان و با آهنگسازان همکاری‌های سودمند دارند که پیوسته پیش نظر اهل ذهن و ذوق نتیجه این همکاری‌ها را به تماشا می‌گذارند. کوشش می‌کند که از حیات ادبی ولایت ختلان مملکت دور نباشد و همین است که من کتاب نوبتیشون با نام فرخنده دیار چندی پیش نشر شد که محرر آن چوپان بدلی ونجی است. یعنی از دایره حوزه ادبی ولایت ختلان فعالیت او دور نیست و همیشه علاقه‌های قوی دارد. خب در شعرش جوهر اساسی را وطن دوستی تشکیل می‌کند، ترنم استقلالیت تشکیل می‌کند، افتخار از وطن و وطنداری در هر یک سطر او دیده می‌شود و همچنین همیشه می‌کوشد که سخن او انسان را کامل‌تر کند. برای همین هم مناسبت حسنه‌اش با مردم، گرفتمانش در شعر، دیدی خاصه ایجادی داشتنش امکان می‌دهد که نوشته‌های او را آوازخوان‌های ولایت سرود می‌کنند در محفل‌های سیاسی، در محفل‌های ادبی و بدیعی که برگزار می‌شود شعر امردین نظریدین صدا می‌دهد. هرچند که در دیگر ساحه کار می‌کند ولی همون شوق و ذوق شعر و شاعری این مرد هنر را با میدان ادبیات کشیده است، با میدان هنر کشیده است و سالهای دراز ایجاد می‌کند و البته در بین مردم منطقه قران‌تپه ولایت ختلان و در جمهوری علاقه چندین بارها با واسطه صدا و سیما از برآمد کرده است و مردم علاقه می‌دانند که امردین نظریدین کی است و چی می‌نویسد و بنده نیز یکی از اون هواداران ایجادات امردین نظریدین هستم که با یک چند شعر و ترانه‌هایش آهنگ بستم، هم خودم به مردم پیشکش کردم، سراییدم و هم شاگردانی هستند که اطراف این ایجادات این مرد بزرگ
هنرنمایی کردن در تمام چهاربینی‌های سطح ولایتی و جمهوریوی. امرالدین نظرالدین شاعری بسیار شیرین کلام، شاعری که در بین مردم ولایت ختلان و بیرون از آن و در کشور امروز خیلی نمایان است و بسیار اشعاری برجسته دارد، اشعاری خوب دارد که پسندی اکثرا هنرمندان شده است و سروده های او را، گفته های او را هنرمندان با آهنگ در آورده در بین مردم زمزمه میکنند. بنده هم ما همکاری بسیار نغز داریم با او، زود در محفل ها در جای کار واخری ها میکنیم و هر سخنی نوی که نوشته میکند حتما با ما هم صحبت میشود و کدام ترانه ایش که آهنگ باب است او را هنرمندان با آهنگ می‌دارند و در بین مردم می‌سرایند. من یک ترانه امرالدین نظرالدین را که با نام وصف ختلان است آهنگ بسته سراییدم و خوشبختانه این ترانه بسیار در بین مردم مشهور شد و در کدام معرکه و محفل هایی که ما اونجا اشتراک میکنیم حتما خواهش می شود که همین ترانه سراییده شود. یا لذت بریم از ملک ختلان که دارد مردمی شعر و غزل خوان، ز عشق و صنعتی بالا ببینه نماند در دل ما هیچ ارمان، ز عشق و صنعتی بالا ببینه نماند در دل ما هیچ ارمان. زندگیش را ساخت با امید و عشق و احسان، رفیق شفیقش را انتخاب کرد با یک دیدن و این پیوند روحی و روانی و جسمانی طول این چند ده ساله برکت خود را بار آورده، زیرا از آن روزگاران تا این زمان گل اول بهار را میماند با حضور پرمحتوا و با پنجه پرهنرش، عزیز دلش، مادر فرزندهاش، دو گل دختر و دو شاه پسر را رسوم زندگی راستین آموختند والدین، تعلیم دادند، تربیت کردند و کنون از حضور ایشان شکرگزارند و از هستی پرمحتوای نبیره ها بهره و نیروی تازه زیستن میبردارند. یعنی سرود خاندان باشند، زن و شوهر، زن و شوهر، فروغ این جهان باشند، زن و شوهر، زن و شوهر، ز مهر هر دو می روید گل مهر و محبت ها، بهار گلفشان باشند، زن و شوهر، زن و شوهر، خوش و بهارشان. آخران شعر چی باشد، کی باشد، کی ایجاد میشده باشد، نه شما میدوند و نه خواننده. و اما اولین شعر اگر خواننده نداند خود شاعر خوب میداند که کی ایجاد شد و در کدام موضوع بود. من یعنی در دوره مکتبی و دوره دانشجویی قلم به دست گرفتم و البته چنانه که شما قید کردید یعنی همون شعرهای اولی من درباره زادگاه بود، در یک محیط تنگ بودن. من بسیار شعرها را یعنی به یگان کس پیشکش هم نمی کردم، شرم می داشتم و آهسته آهسته به موضوعهای دیگر گذشتیم، پیراهی ایجادی ما گشاده شد. لیکن همون شعرهایی که یعنی در باره زادگاه من نوشتم با طرز مختصر امروز در همین کتاب‌های من انعکاس می شود. فرخنده دیار که در دست من است کتاب سیوم امرالدین است و همه اشعار او در باره
وصف وطن، وصف دیار نازنین پند و اندرس های خیلی جالبی دارد که برای تربیه نسل جوان گمان میکنم خیلی امیدبخش است و یاری میرساند. امردین در یک جا میفرماید که وطن من زادم اندر کنارت، کنم من نقش جانم را نثارت. اگر در خاک تو دفنم نمایند، شکوفم همچنان در بهارت. تصور کن که چقدر با احساس گفته است که اگر من رو در همین خاک تو که اگر دفن کنند، من الکی به مقصدم میرسم و همچنین لاله باز پگه سر میبرارم و با برای همین مردم خدمت میکنم. هیچ خدمت کردن نتونم، همچون لاله همین طبیعت همین وطن رو زیبایی میبخشم، حسن میبخشم. من نمیدونم با شعر چی دادم، اما شعر به من بسیار چیز داد. یعنی شعر، من وقتی که با جهان شعر در اومدم، وقتی که من مانده میشم یا که عصبانی میشم، وقتی که با شعر رو میارم من یعنی خود را یعنی بسیار آرامش پیدا میکنم. شعر واسطه شد که امروز مرا یک گروه خرد در جامعه هم باشد میشناسند. شعر واسطه شد که امروز ما در این منبری بلند که این به هر کس میسر نمیشد، همین منبر شما به هر کس میسر نمیشد، این به ما میسر شد، همین شعر است. خیلی سعادتمند بودیم که امروز در برنامه ما شما را داشتیم و از فیض صحبت شما، از برکت صحبت شما توانستیم که باز هم یک اندازه در غنی گردانیدن عالم معنوی خواننده و تماشاگر بسیار هوشمند برنامه‌های پرمحتوای تلویزیون سکونت سهم داشته باشید. سنا بر شما. تشکر. بیننده عزیز، این بود مختصر زندگی و ایجاد امردین نصرالدین، ساکن شهر باختر ولایت ختلان وطن. این عمیق است که چهره برنامه ما تا امروز از 100 سینه سخنی داشته هنوز یک سینه هم نتوانسته که بیان بنماید برای ما و شما، زیرا معنی و بزرگی ایجاد همین است که تمام شدنی نیست، آغاز دارد و انجام نه. و ما در این راه دشوار و اما پر افتخار به ایشان صبر و برار می‌خواهیم. باشد که شهد محتوای صفحه‌های کتاب‌های تالیف شده و تالیف می‌شده لذیذ و مفید بیاید، بهر خواننده هوشمند بسان طعم گوارای میوه‌های رنگارنگ وطن. چی گفته؟ دیگر قضاوت از شما بیننده ما.